مهسا مهاجر هستم، روانشناس کودک. امروز میخوام یه کتاب دیگه براتون بخونم. ببینم تا حالا شما مهمون ناخونده اومده خونتون؟ قصه امروز در مورد یه مهمون ناخونده است. سه خرس دختر کوچولو. نویسنده مارا آلپرینه و ترجمه رادین اعظمیان و کیت دامبی کتاب و عکساشو برامون کشیده و انتشارات کارگاه کودک کتابو چاپش کرده. قصه از این قراره که یه روزی 3 خرس توی خونشون نشسته بودن و منتظر بودن که مامان خرسی حلیم براشون بپزه و بیاره بهشون بده. حلیمو که ریخته تو کاسه ها، میبینن که ای وای چقدر حلیما داغه. مامان میگه بریم تا حلیما خنک بشه بریم این دور و بر یه دوری بزنیم. وقتی که از خونه میرن بیرون، این دختر کوچولوی ما از پنجره میپره توی خونشون و میگه کوچولو از پنجره میاد تو داد میزنه کسی اینجا نیست و جوابی نمیشنوه و یواشکی وارد خونه میشه. وارد خونه که میشه میبینه که 3 کاسه حلیم اونجاست. اولین حلیم که مال بابا خرسی بوده رو تست میکنه، میبینه وای خیلی داغه. بعد حلیم مامان خرسی رو مزه میکنه، میگه وای خیلی شیرینه. آخر سر حلیم خرس کوچولو رو میچشه و همون چیزیه که میخواد. بعد میره 3 صندلی میبینه. روی صندلی بابا خرسی میشینه و میبینه خیلی بزرگه. بعد روی صندلی مامان خرسی میشینه، میبینه وای خیلی سفت و سخته. روی صندلی بچه خرس که میشینه میبینه همون چیزیه که میخواد، درست به اندازه و گرم و نرم. شروع میکنه تون تاب خوردن و یهویی از روی صندلی میافته و صندلی هزار تیکه میشه. دختر کوچولو با خودش میگه که برم ببینم توی بالا تو راه پله چیا هست. میره اونجا میبینه که 3 تخت کنار همه. روی تخت بابا خرسی میپره و میبینه قش 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 تخت صدا میده. روی تخت مامان خرسی بالا و پایین میپره و میبینه که خیلی سفته. سپس میپره روی تخت بچه خرس و میبینه همون چیزیه که میخواد و همونجا دراز میکشه و خوابش میبره. تو همین حین 3 خرس برمیگردن خونه و خیلی گرسنه بودن. میان کاسه های حلیمو میبینن، میگن ای داده بیداد، حلیمامونو یکی خورده. بچه خرس میگه وای یکی همه حلیمای منو خورده. میان صندلی ها رو نگاه میکنن، میبینن یکی رو صندلیات به پر کرده نشسته. بچه خرس میگه ای وای یکی صندلی منو شکسته و خیلی ناراحت میشه. از طبقه ها میرن بالا و بابا خرسی میگه یکی رو تخت من پریده. مامان خرسی میگه یکی هم رو تخت من پریده. بچه خرس میگه یکی رو تخت من خوابش برده. میرن بالای سر دختر بچه و دختر بچه چون تا 3 خرس ها میبینه میترسه. بدو از پله ها میاد پایین و میخوره به کاسه حلیم و کاسه حلیم چپه میشه و از در میره بیرون. دختر کوچولو ترسان و لرزون با عجله از کلبه بیرون میره. دیگه هم به خونه خرسیا بر نمیگرده. خرسیا با اینکه خیلی از کار دختر کوچولو ناراحت بودن اما نمیخواستن که اون بترسه. با خودشون فکر کردن کاش میتونستن به خوبی از دختر کوچولو پذیرایی کنن. بعدش هم با هم دیگه رفتن تا کمی عسل و پنیر بخورن. تموم شد. شاد باشین.